نور عصرگاهی از پنجره‌های کافه روی میزها می‌افتاد. فضای آرام، بوی قهوه، صدای ملایم موسیقی و مردی که تنها پشت میزی نشسته بود. آدریان شا. برای سومین بار در 10 دقیقه به ساعتش نگاه کرد. 34 سال داشت و به اندازه کافی بلایند دیت رفته بود تا بداند قرار امشب هم احتمالاً بی‌نتیجه می‌ماند. قبل از ادامه برام بنویسید از کدوم شهر و کشور همراه ما هستین. این دیدار را شریک کاریش ترتیب داده بود. او گفته بود زن مورد نظر مهربان، صادق و درست همون کسیه که آدریان بهش نیاز داره. اما حالا 20 دقیقه گذشته بود و صندلی روبرو هنوز خالی مانده بود. آدریان تصمیم گرفت صورت حساب را صدا کند که ناگهان چیزی توجهش را جلب کرد. دختر بچه‌ای کوچک، حدود 3 یا 4 ساله با موهای بور و روبان صورتی میان میزها قدم میزد. مصمم با جدیت کودکانه تا اینکه درست کنار او ایستاد. گفت: ببخشید، شما آقای آدریان هستید؟ آدریان با تعجب گفت: بله، خودمم. شما کی هستی؟ من لیلیم. مامانم گفت بگم ببخشید که دیر کرده. ماشینو پارک میکنه و الان میاد. گفت امیدوار بود هنوز نرفته باشید. دلخوری آدریان در یک لحظه آب شد. لبخند زد. گفت: مامان تو رو فرستاده که تنهایی بیای؟ لیلی سرش رو بالا گرفت و گفت: آره، عکستون رو نشونم داد. گفت کنار پنجره نشستین با یه شمع روی میز. دقیقاً همینجایین. چشمانش از افتخار برق زد. آدریان خندید. گفت: خب پیدام کردی. میخوای تا وقتی مامانت میرسه بشینی؟ لیلی با زحمت روی صندلی نشست. دستانش را روی میز گذاشت و گفت: مامانم گفته نباید با غریبه‌ها حرف بزنم، ولی گفت شما غریبه نیستید چون دوستتونن. آدریان گفت: درسته، وقتی مامان تو رو فرستاده دیگه غریبه نیستیم. چند ثانیه سکوت برقرار بود تا اینکه لیلی پرسید: میخوای با مامانم ازدواج کنی؟ آدریان نزدیک بود آب توی گلوش بپره. چی گفتی؟ خانم همسایه گفته مامانم باید شوهر پیدا کنه، ولی مامانم میگه بعضی مردا بچه‌ها رو دوست ندارن. شما بچه‌ها رو دوست دارین؟ در همان لحظه زنی با قدم‌های تند و نفس‌زنان رسید. زیبا بود، با موهای شبیه دخترش و چهره خجالت زده. لیلی، بهت گفته بودم کنار در وایسی. بعد با شرمندگی رو به آدریان گفت: خیلی متاسفم، من ایزابلم و اینم دخترم لیلیه که تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه. لیلی با غرور گفت: پیداش کردم مامان. ایزابل لبخند زد و رو به آدریان ادامه داد: پارکینگ افتضاح بود. وقتی رسیدم دیدم خودش رفته دنبال شما. آدریان لبخند زد و گفت: اشکالی نداره، خیلی هم مؤدب بود. لطفاً بشینید. آنها نشستند. ایزابل با تردید گفت: باید از اول میگفتم که دختر دارم. اگه بخواین برید درکتون میکنم. آدریان با آرامش گفت: چرا باید برم؟ ایزابل نگاهش را پایین انداخت و گفت: چون بیشتر مردها وقتی میفهمن من بچه دارم میرن. یه بار خواستم فقط یه شب بدون قضاوت شدن کنار کسی باشم. آدریان به لیلی نگاه کرد، بعد به ایزابل. دختر بچه‌ای که شجاع و مؤدب بود، مادری که چنین دختری تربیت کرده سزاوار احترام بود. گفت: کسی که به خاطر مادر بودن ازت فاصله بگیره نمیفهمه داره چی رو از دست میده. لیلی فوق‌العاده است و این یعنی تو هم هستی. چشمان ایزابل از اشک پر شد. مدت‌ها بود کسی اینطور حرفی بهم نزده بود. آن شب شامشان تبدیل به شروع یک پیوند عجیب شد. خنده، گفتگو، صدای کودک و نگاهی که کم کم از احترام به علاقه تبدیل شد. در دسر آدریان گفت: میدونی لیلی قبل از اینکه برسی ازم پرسید قراره باهات ازدواج کنم یا نه؟ ایزابل خندید و گفت: اوخ نه، اون از وقتی یه حرف از همسایه شنیده فکر میکنه هر مردی شوهر آیندمه. آدریان خندید و گفت:
شاید سوالش بد نبود. سالها کار کردم، موفق شدم، ولی همیشه تنها بودم. مهمترین چیزها آدما هستن، نه موفقیت‌ها. ایزابل لبخند زد و گفت یعنی میخوای دوباره همدیگه رو ببینیم؟ آدریان آرام گفت بیشتر از اون. میخوام تلاشم رو بکنم. اگه تو بخوای. از آن شب آدریان تبدیل به بخشی از دنیای کوچک و پرمحبت آن دو شد. چطور با عروسک‌ها بازی کند؟ چطور پنکیک مخصوص مامان رو درست کند و فهمید خندیدن با لیلی از تمام جلسات کاری ارزشمندتره. و درست 1 سال بعد در همان کافه آدریان مقابل ایزابل زانو زد. میخوام ازت بخوام با هم ازدواج کنیم. اما قبلش باید از یه نفر اجازه بگیرم. به لیلی نگاه کرد. تو با این موضوع مشکلی نداری؟ یعنی تو بابای من میشی؟ اگه بخوای، آره. نمیخوام جای پدرتو بگیرم. فقط میخوام کنار شما باشم. لیلی لبخند زد. باشه. ولی باید پنکیکو یاد بگیری. ایزابل با اشک گفت بله. و لیلی بلند فریاد زد آقای آدریان قرار بابای من بشه. 6 ماه بعد ازدواج کردند. در مراسم لیلی با غرور به همه گفت من باعث شدم مامانم ازدواج کنه چون من آقای آدریانو پیدا کردم. ایزابل در سخنرانیش گفت آن شب ترسیدم آدریان بفهمه من بچه دارم ولی لیلی مثل همیشه تصمیم خودشو گرفت و با همون کار ساده سرنوشت ما رو تغییر داد. آدریان ممنونم که ما رو همونطور که هستیم پذیرفتی. گاهی بزرگترین هدیه‌ها در غیر منتظره ترین شکل میان. شاید حتی در قالب یه دختر بچه کوچک 3 ساله که به دل خودش اعتماد داره. گاهی عشق درست وقتی پیدات میکنه که فکر میکنی دیگه دیر شده. فقط کافیه دلت رو باز بذاری. شاید یک کودک راه رو نشونت بده. دوستان خوبم، حتما نظرتون رو درباره این داستان و داستان‌های دیگه کانال با هم به اشتراک بذارید. ممنونم از کامنت‌های پرمهرتون. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و با دوستان و عزیزانتون هم به اشتراک بذارید تا این زنجیره پرمهر ادامه پیدا کنه. عشق و نور بهتون.